استوانه گلی به خط میخی که به فرمان کوروش کبیر نوشته شده مهمترین نماد تساهل مذهبی و احترام به فرهنگ‌های گوناگون در جهان کهن است. منم کوروش، شاه 4 گوشه جهان. من در اندیشه ایمنی شهر بابل و مکانهای مقدسش بودم. من آرام کردم رنجهای مردم بابل را و گسستم زنجیرهای اسارت ایشان را. به واسطه همین استوانه گلی است که جهان کوروش کبیر را می ستاید و او را فرماندهی اندیشه ورز می شناسد. اما این استوانه تنها بخشی از میراث گران ارج اوست. در بیش از 2500 سال پیش کوروش کبیر یکی از زیباترین و استثنایی ترین پایتخت‌های جهان را ساخت و از آن بر بیش از نیمی از جهان شناخته شده روزگارش فرمان راند. پایتخت وی پاسارگاد نامیده میشد. اینجا در پاسارگاد بود که برای نخستین بار در جهان نقشه ساخت باغی عظیم به نام پریدعیسا به اجرا درآمد. این واژه دلانگیز ایرانی پریدعیسا به معنای باغ زیبا و آراسته را زبانهای یونانی و لاتین وام گرفتند و امروزه در همه زبانهای زنده جهان به معنی بهشت به کار می رود. پردیس، پارادایز و فردوس. اما از شهر بهشتی کوروش پس از 25 قرن امروز جز ویرانه‌های چند چیزی بر جای نمانده است. با این همه به یاری کاوش‌های باستان شناختی پروفسور دیوید استروناخ میان سالهای 1961 تا 1963 و نیز پژوهش‌های مدرن ژئومگنتیک که توسط گروه مشترک دانشمندان ایرانی و فرانسوی اجرا شده می‌توانیم پاسارگاد را به گونه‌ای که تاکنون امکان پذیر نبوده است ببینیم. برای پر کردن کمبودها خوشبختانه می‌توانیم از دیگر یادگار هخامنشیان یعنی تخت جمشید سبوق بجوییم که برای ساخت آن از معماری پاسارگاد الگو برداری شده است. افزون بر آن آثار به جا مانده از هخامنشیان در موزه‌های مختلف جهان را نیز برای پر کردن کمبودها راهنما و الگو قرار داده‌ایم. اینها بر روی هم ما را توان می‌دهند تا پاسارگاد مجموعه‌ای را که به عنوان میراث بشری شناخته شده است با بناها و باغ‌های سرسبز خرمش هنگامی که شکوهمند و سرفراز بود از نو بیاوریم.